این هفته تو یوتیوب چه خبر بود؟ آریا یوکسر بالاخره بارشو بست و به کانادا مهاجرت کرد. همه طرفدارشون منتظرن که آریا یوکسر با میا پلیز ویدیو بده و خبر خوب اینه که ویدیوی اولشون لو رفت و طبق گفته ادیتورش توی پیج اینستاگرامش اولین ویدیوشون یه ولاگه که با میا پلیز این ولاگو گرفت. سوگنگ متاسفانه توی یکی از ویدیوهاش همچین حرفیو زد. دستمالی کردنه تو، یعنی دست میزنی به بوبیزای طرف، بیب بیب میکنی یا به کونش دست میزنی، جز لذت بردن هیچ گونه ضرری به طرف نمیرسونی. و به خاطر این حرفا خیلی هیت گرفت. ولی متاسفانه کسانی بودن که حتی اینو یه اشتباه ندونستن و بعد از این ویدیو کلی باز حمایتش کردن که این یه ضعف خیلی بزرگ توی کامیونیتی یوتیوب فارسیه. شاید از خودتون بپرسید که پرطرفدارترین یوتیوبر ایرانی کیه؟ پر ویو و سابسکرایب نه، پرطرفدار، یعنی طرفداراش واسش جون بدن. طبق این آمار رده بندی به این ترتیبه. طبق تحقیقاتی که تیم ما انجام داده، کانال میا پلیز و کومان پرطرفدارترین کانال هایی هستند که تو این چند سال اخیر یوتیوب فارسی به خودش دیده و طرفدارشون یه جوری واسهشون جون میدن. با اینکه تعداد سابسکرایب های کسایی مثل پوتک یا سوگنگ از این دوتا بالاتره، ولی میا پلیز و کومان فنای بیشتری داره و این آمار خیلی جالبه. و البته ناگفته نماند که آمار بسیار خوبشون تو تولید محتوا و کانتنت و کیفیت کانتنت بالاتر از کسایی هن که سابسکرایبشون هم سطحشونه و اجرای حقشونه. همینطور که میدونید میا پلیز یه ویدیو گذاشت که اونجا موهاش رو رنگ کرد و موهاش رو سبز کرد و شاید باورتون نشه ولی چندین سال پیش باز میا یه کاسپلی انجام میده که موهاش رو تو اون کاسپلی سبز میکنه و به این مناسبت ما این دو عکس رو کنار هم میذاریم که یه مقایسه شده باشه بین میا گذشته و میای الان. حالا شما بگید کدوم بهتره، میا پلیز الان یا میا پلیز گذشته؟